صدای انجیل تقدیم می کند زندگی ایوب پیامبر، اقتباس از 18مین بخش از تورات مقدس. خداوندا، اکنون که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می داریم و آمده ایم تا از درگاه مقدست فیض و برکت بگیریم، استدعا داریم که هر نوصد و هر مانعی که بر اثر گناهان و خطایای ما بین ما و توی قدوس یکتا حائل شده است، با قدرت عظیم خود بشکن و ما را به خاطر جانبازی و فداکاری عیسی مسیح ببخش و نیرو بده تا در پاکی زندگی کرده و از کلام تو فیض یافته و چیزهای عجیبی را بفهمیم. ما را یاری بده ای خداوند تا نه فقط اسرار مقدست را در کلام تو درک کنیم، بلکه با اطاعت کردن از خواسته های مقدست رضامندی تو را کسب کنیم. این دعا را به لیاقت و شایستگی یگانه منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. عاشقان خدا و طالبان راستی و زحمتکشان برای عدالت، صلح و سلامتی خدا یکتا و منجی زنده و پرمحبت عیسی مسیح مقدس با شما باشه. امیدوارم که اجازه بدهید قلب هاتون از نور و گرمای خدا پر شده و در امید و اعتماد جاودانه او روزگارتون رو به سر بیاورید. زیرا وقتی ایمان شما بر اساس حقیقت باشد، هیچ چیزی و هیچ حیله اهریمنی قادر نیست خللی در آن وارد سازد. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خود را به زندگی عجیب و عبرت انگیز حضرت ایوب، این مرد خدا، مبذول می‌داریم و برای منظور در برنامه این ساعت فصل‌های 4 و 5 از کتاب ایوب را مورد مطالعه و تفکر و تعمق قرار داده و دعا می‌کنم که مطالعه این قسمت از آیات تورات باعث بیداری روحانی و نزدیکی فرد شما به خدا شده و از او امروز برکت و فیض مخصوصی رو کسب کنید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، این افتخار رو دارم که آیات را براتون بخونم و توضیحاتی جهت بهتر درک کردن معنی آیات تقدیم حضورتون کنم تا حقیقت را بهتر بفهمید. عرض کنم همه ما کم و بیش با نام حضرت ایوب آشنایی داریم و صبر او زبان زده همه انسان هاست. او آنقدر جفاها و سختیها و بلاها و ناملایمات زندگی دید، آنقدر زجر کشید، آنقدر زخم زبانها خورد که هیچ انسان دیگری نمیتونه خود را با او مقایسه کند. و به خاطر پیروزیش در ایمان، به خاطر اعتمادی که در تمام این مراحل به خداونداش بود، که این لقب استثنایی یعنی ایوب صبور را دریافت کرد. و دوستان عزیز، او در پی این لقب نبود، بلکه بر اثر تجربیات زندگیش و به خاطر ایمانش به خداوند این لقب را دریافت نمود. در برنامه‌های گذشته درباره بلایای عظیمی که بر سر ایوب آمد سخن گفتیم و در فصل 2 دیدیم که 3 دوست ایوب میان تا او را به خاطر مرگ فرزندانش و از دست دادن ثروتش تسلی بدهند. اما وقتی حالت رغبت انگیز و تأسف آور ایوب پیامبر را می‌بینند که گرفتار 2 ملهای چرکین شده است، به مدت 1 هفته تمام پیش ایوب در خاک می‌نشینند و به حال زار ایوب گریه می‌کنند. پس از 1 هفته ایوب شروع به سخن گفتن می‌کند و درد دل خود را با زبانی بسیار تلخ و ناامیدانه بیان می‌کند. با کلمات ناامید کننده به 3 یارش که در کنارش بودند آنچه که در دل بود بازگو کرده و صریحاً می‌گوید که من آرزوی مرگ را برای خودم می‌کنم و به روزی که تولد شده نفرین می‌فرستد. ایوب می‌دانست که بی جهت این بلاها به سرش اومده. می‌دانست که تمام عمرش رو
خدا ترس و پاک بوده و حتی خود خدا نیز به پاکی و راستی او شهادت داده بود. ولی حیران بود، نمیتونست بفهمه که چرا خدای عادل، خدای محبت اجازه داده این بلاهای غیر قابل براش پیش بیاد. نمیدانست بفهمه که چطور خدا اجازه داده شخص عادلی چنین جفا بکشد. سالهایی که من و شما نیز غالباً در حین تحمل سختی‌ها و مشکلات از خودمون میپرسیم. از فصل 4 این 3 دوست ایوب شروع به سخن گفتن میکنن. 1 هفته تمام اینها به حال او گریه کرده بودند. دوستان ایوب یعنی الیفاز و بلد شوحی و سوفر بودند که اسامیشون هر کدوم دارای معنی خاص می باشه. این 3 دوست با طرز فکرشون و در نوع بیان کلماتشون طرز فکرهای انسانی رو در قبال مشکلات و به اصطلاح ما در قبال دست سرنوشت برامون توضیح میدن و بازگو میکنن. و اگرچه ظاهرا اینها دوستان خوب ایوب هستند، اما بعداً به وسیله کلماتشون غیر مستقیم به ایوب حمله میکنن. ایوب را مقصر این بلاها و بدبختیها کرده و او را متهم به گناه میکنن، البته با بیان کردن دلیل و برهان و بروز دادن آنچه که آنها درک میکردند. الیفاز اولین کسی است که لب به سخن میگشاید. او مرد با تجربه است و از متن گفتارش میتوان گفت که به راستی او مردی پر تجربه و فهمیده بود. او صاحب حکمت بود و حالا او میخواهد با حکمت انسانی خود علت این همه بلاهایی که به سر ایوب آمده است رو بازگو کنه و به ایوب ثابت کند که چرا این بلاها نصیب شده. به زبان دیگر او خود را حلال معما و پاسخگوی سوالهایی است که ایوب کرده بود که خدایا چرا اجازه دادی این همه بلاها به سر شخص مؤمن بیاد. اگر کلام خدا را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 4 از کتاب ایوب که 18مین قسمت از تورات مقدس است بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم. آیه 1 و 2 از فصل 4 کتاب ایوب اینطور میگوید: و الیفاز تیمانی در جواب گفت اگر کسی جرأت کرده با تو سخن بگوید آیا تو را ناپسند می آید؟ لیکن کیست که بتواند از سخن گفتن باز ایستد؟ اگر کسی جرأت کرده با تو سخن گوید ای ایوب آیا تو را ناپسند می آید؟ لیکن کیست که بتواند از سخن گفتن باز ایستد؟ ایوب در فصل 3 درد دلش را به این 3 دوستی که به مدت 1 هفته تمام ظاهرا با او احساس همدردی کرده بودند بیان میکنه. وقتی ایوب حرفاش تمام میشه الیفاز رو به ایوب میکنه و در حالی که در صدایش حس همدردی و تأثیر بسیار نهفته بود به ایوب میگه ای ایوب امیدوارم که بدت نیاد، امیدوارم که به من اجازه بدی کلامی رو دارم بهت بگم، امیدوارم که حرفمو بشنوی، هرچند در چنین حالتی بایستی حرف نزنم یا ای ایوب نبایستی چیز بگم ولی نمیتونم، وقتی که حالت تو رو ببینم نمیتونم چیزی نگم. یا ای ایوب 1 هفته تمام من سکوت کردم، دیگه نمیتونم چیزی بهت نگم. و سپس با همان صدای ملایم اول از ایوب تقدیر میکند و بعد انتقاد. در آیه 3 و 4 میگوید اینک بسیاری را ای ایوب ادب آموختی و دستهای ضعیف را تقویت دادی. سخنان تو نغزه را قائم داشت و تو زانوهای لرزه را تقویت دادی. الیفاز در این 2 آیه از ایوب تعریف میکنه و نوع رفتار ایوب را با دیگران برای ما بازگو میکنه. میگه ای دوست من، ای ایوب، تو وقتی سالم بودی، وقتی ثروتمند بودی، در آن موقع تو مثل برج قوی و پشتوانه بزرگی برای خیلی ها بودی. تو به همه کمک میکردی و همه روی تو حساب میکردن. تو شخص فاضل بودی، مرد حلیمی بودی که همه اشتیاق داشتن که پیش تو بیاین. تو مثل پدر برای بسیاری بودی، ولی این زمانی بود که صحیح و سالم و پولدار بودی و تو همه را راهنمایی میکردی. پس چرا حالا خودت به راهنمایی‌هایی که به دیگران داده ای عمل نمی کنی؟ تا همه را به سوی خدا ترسی هدایت میکردی تا مبادا گرفتار غضب خدا بشن، تا مبادا بدبخت بشن. حالا از آنچه که دیگران را میترسانیدی نصیب خودت شده. ای ایوب چه کرده ای؟ چه بلایی به سر خودت آورده ای؟ ببینید دوستان عزیز، از این آیات میفهمیم که ایوب وقتی که صحیح و سالم بود روح خدا ترسی را در مردم تعلیم میداد.
آنانی که فقیر بودن، آنانی که بدبختی به سرشون میآمد، به آنها میگفت که علت اینه که از خدا دورید. حالا الیفاز میگه که ای ایوب، یادت میاد که به دیگران چی میگفتی؟ پس چرا خودت به آنچه که گفتی توجه نداری؟ به طوری که از آیه 5 اینطور میخوانیم: الیفاز روی سخنش به ایوب است، به او میگوید لیکن الان به تو رسیده است، الان به تو رسیده است و ملول شده ای، تو را خدا لمس کرده و پریشان گشته ای. آیا توکل تو بر تقوای تو نیست و امید تو بر کاملیت رفتار تو نه؟ الان فکر کن ای ایوب، کیست که بی گناه هلاک شده است و راستان کجا تلف شدند؟ ببین دوستان عزیز، الیفاز در اینجا سوالاتی میکنه که من و شما نیز همیشه در زندگی خودمون میکنیم. او به ایوب میگه که ای ایوب، خودت بگو که آیا شده شخص عادلی بی جهت گردنش روی دار بره و بمیرد؟ آیا شده که شخص بیگناهی بی دلیل کشته بشه؟ آیا شده که آدمهای راستگو ظلم و ستم را ببینن؟ ای ایوب، خودت قبلا میگفتی که راست و پاک دل باشی تا همیشه سلامت باشی. حالا چی میگی؟ مگر نه اینکه کاری کردی که این بلاها به سرت آمده؟ و سپس از تجربه خودش صحبت میکنه که ای ایوب، من با چشمان خود دیدم که چگونه آدمهای ظالم به حقشون میرسن و هر چرا بکارن همان را درو میکنن. به طوری که از آیه 8 اینطور میگوید: الان این بلاها نصیبت نمیشود، چنان که من دیدم. آنانی که شرارت را شیار میکنند و شقاوت را میکارند همان را میدروند. از نفخه خدا هلاک میشوند و از باد غضب خدا تباه میگردند. غرش شیر و نعره سبع و دندانهای شیر بچه ها شکسته میشود. شیر نر از نبودن شکار هلاک میگردد و بچه های شیر ماده پراکنده میگردند. سخنی در خفا به من رسیده و گوش من آواز نرمی از آن احساس نمود. در تفکرها از رؤیاهای شب، هنگامی که خواب سنگین بر مردم غالب شود، خوف و لرز بر من مستولی شد که جمیع استخوان‌هایم را به جنبش آورد. آنگاه روحی از پیش من گذشت و مویهای بدنم برخاست. در آنجا ایستاد، اما سیمایش را تشخیص ندادم. صورتی در پیش نظرم بود، خاموشی بود و آوازی شنیدم که آیا انسان به حضور خدا عادل شمرده می شود؟ آیا انسان به حضور خدا عادل شمرده شود؟ و آیا مرد در نظر خالق خود طاهر باشد؟ اینک خدا بر خادمان خود اعتماد ندارد و به فرشتگان خیش حماقت نسبت می دهد. پس چند مرتبه زیاده به ساکنان خانه های گلیم که اساس ایشان در غبار است، که مثل بید فشرده می شوند، از صبح تا شام خورده می شوند، تا به ابد هلاک می شوند و کسی آن را به خاطر نمی آورد. آیا تناب خیمه ایشان از ایشان کنده نمی شود؟ پس بدون حکمت می میرن. دوستان، این گفتار الیفاز است. ببینید، الیفاز در گفتارش حقایق را بازگو میکنه، ولی بیان حقیقت نباید دلیل محکوم شدن ایوب به گناه باشد. او از ایوب صحبت میکنه و یا به ایوب میگه که ببین، فرض کنیم که تو عادل و پاک بودی و هیچ گناه هم نکردی. حالا اگر اینطوره، اگر اونطوری که ادعا میکنه ای ایوب که تو پاک بودی و خدا این بلاها را بدون هیچ دلیلی به تو آورده، تو به من بگو ای ایوب، آیا خیال میکنی که انسان میتونه نزد خدا عادل باشه؟ که جوابش اینه البته که نه. میگه ببین ای ایوب، خدا حتی به فرشتگانش لقب حماقت داده، چه برسه به ما انسان‌ها. به زبان دیگر ای ایوب، اگر فرشته ها خطاکارن، اگر فرشته ها کامل نیستن، تو خیال میکنی کاملی، ولی از نظر خدا تو ممکن خیلی گناه کردی. ببینید دوستان، البته در هیچ جای کلام خدا چنین چیزی گفته نشده، ولی الیفازی که از خودش این حرف رو میزنه و میخواد به ایوب ثابت کنه که بگه ببین ای ایوب جان، اگر فرشتگان که بالاتر از من و تو هستن، اگر فرشتگان که همیشه در حضور خدا هستن و جاودانه هستن نتوانستن همه شرایط خدا را به جا بیاورند، تو چه خیال بیهوده‌ای داری که خیال کردی همیشه عادل و پاک بودی و اراده خدا را انجام دادی. فراموش نکن ما انسان‌ها از خاک هستیم و بی ارزش هستیم و تو باید خطایی که مرتکب شدی رو آشکار کنی و از خدا طلب مغفرت کنی، زیرا خدا اجازه داده این بلاها به سرت بیاد چون تو گناه کردی.
و ایوب میگه تو خیال کردی که عادل و پاک بودی ولی در حقیقت نبودی. و بدین وسیله الیفاز که دوست عزیز ایوب بود، ایوب را متهم به گناه و اعمال شریر میکنه. به هر حال او میدانست که خدا عادله و خدای عادل ظلم به مرد عادل نمیکند. ببینید دوستان، نه ایوب و نه الیفاز و نه دو دوست دیگر میدانستند که علت نازل شدن این بلاها چیه. و حقیقت اینه که اگر من و شما نیز ندونیم، آن وقت همین حرف الیفاز را میزنیم. چرا؟ چون از همه حقیقت آگاه نبوده و نیستیم. ببینید، با عقل و دلیل و برهانی که اینها دارن به این نتیجه میرسن که این ایوب بوده و یا این ثمره کارهای ایوب بوده که بلا شده و به سرش اومده. به طوری که از فصل 5 این موضوع رو خیلی ساده تر و روشن‌تر به ایوب ثابت میکنن. آیه اول میگوید که ای ایوب، الان استغاثه کن و آیا کسی است که تو را جواب دهد؟ و به کدام یک از مقدسان توجه خواهی نمود؟ دوستان، این سوال انسان‌های بسیاری هم هست که به کجا پناه ببریم. متاسفانه بسیاری از ماها به مقدسین پناه میبریم، مقدسینی که مردن، در حالی که ایوب خود مقدس بود و در نظر خدا کامل، ولی اکنون محتاج شفاعت بود. احتمالاً مقصود الیفاز اینه که ایوب تو از ابراهیم و اسحاق تمنا کن که برات شفاعت کنن. چرا؟ چون از این عالم رفته بودن و کتاب مقدس تعلیم میده که مقدسینی که فوت شدن نمیتوانند شفاعت کننده برای ما باشند. سپس در آیه 2 و 3 میگوید زیرا قصه احمق او را میکشد، قصه احمق را میکشد و حسد ابله را میمیراند. قصه احمق را میکشد و حسد ابله را میمیراند. من احمق را دیدم که ریشه گرفت و ناگهان مسکن او را نفرین کردم. فرزندان او از امنیت دور هستند و در دروازه پایمال میشوند و رهاننده‌ای نیست، که گرسنگان محصول او را میخورند و آن را تیر از میان خارها میچینند. و دهان تله برای دولت ایشان باز است، زیرا که بلا از غبار در نمی آید، زیرا که بلا از غبار در نمی آید و مشقت از زمین نمی روید، بلکه انسان برای مشقت مولود می شود، چنان که شراره ها بالا می پرند. دوستان عزیز، در این آیات الیفاز حقایق ها را بیان میکنه، دلیل و منطق رو آشکار میکنه و دلیل و منطقی که از نظر ما انسان ها کامله، در حقیقت با حرفاش شخص را متقاعد میسازد که هر چی میگوید درسته و در نتیجه به همان هدفی که او دارد او را هدایت میکنه. برای مثال احتیاجی نیست که توضیح زیادی درباره آیه آخر بدهم، زیرا چه بسا خود شما نیز در آن اسیر هستید. میگوید انسان برای مشقت مولود می شود، یا آدم از وقتی که پا به این جهان میگذارد همش در زحمت و مشقت و بدبختیه. از صبح که بیدار میشه باید زحمت بکشه تا نانی به دست بیاورد. از کودکی زحمات ممکنه زیاد و آشکار نباشه، اما هر روز که از عمر آدمی میگذرد مشکلاتش بیشتره، درد و رنج بیشتری رو باید تحمل کنه. برای خیلی ها این جمله حقیقت محضه که انسان برای مشقت به دنیا میاد و اگر توجه به اخبار جهان کنید متوجه خواهید شد که همه انسان ها در این امر متفق القول هستند که زحمت و مشقت جزئی از سرنوشت انسانه. البته در مورد علت رنج و مشقت دلایل بسیاری که یکی از دلایل آن مطابق کتاب مقدس و الیفاز هم در اینجا به آن اشاره میکنه همان گناه میباشه که ثمره گناه رنج و بدبختی و موته. نتیجه دوری بودن از خداوند رنج و بدبختیه، نتیجه اطاعت نکردن از کلام خداوند درد و رنج و بدبختی و مرگه. و الیفاز همین حرفا را بیان میکنه تا به ایوب با دلیل و برهان ثابت کنه و او را قانع کنه که ای ایوب، ای دوست من، علت این بلاهایی که به سر تو آمده گناهانی است که تو مرتکب شده ای. به طوری که از آیه 8 اینطور میگوید ولکن من نزد خدا طلب میکردم و دعوی خود را به خدا میسپردم. یا ای ایوب، گوش کن ای دوست من، اگر من جای تو بودم به جای که آرزوی مرگ کنم به گناهانم نزد خدا اعتراف میکردم، از خداوند طلب بخشش میکردم، از خداوند میخواستم که ای خداوند بر من ترحم کن، بر من رحم کن، و آن وقت همه را دست خدا میسپردم و ناله و شکوه نمیکردم که چرا در سختی و بدبختی هستم. و سپس از آیه 9 به ایوب میگه
زیرا خدا اعمال عظیم و بی قیاس می کند و عجایب بیشمار. بر روی زمین باران می باراند و آب بر روی صخره‌ها جاری می سازد تا مسکینان را به مقام بلند برسونه و ماتمیان به سلامتی سرافراشته شوند، که فکر حیله‌گران را باطل می کنه، به طوری که دست‌هایشان هیچ کار مفیدی نمی تواند بکند. خدا حکیمان را در حیله‌هایشان گرفتار می سازد و مشورت مکاران و شریران را مشوش می کنه. در روز به تاریکی برمیخورند و به وقت ظهر مثل شب کورکورانه راه میروند. پس امید برای ذلیل پیدا می شود و شرارت دهان خود را میبندد. هان خوشا به حال شخصی که خدا او را تنبیه می کند. پس ای ایوب تأدیب قادر مطلق را خوار مشمار. ای ایوب تنبیه خدا را خوار مشمار، زیرا که او مجروح می سازد و التیام می دهد. او می کوبد و دست او شفا می دهد. زیرا که خدا مجروح می سازد و التیام می دهد یا شفا می بخشد و می کوبد و دست او شفا می دهد. ببین دوستان عزیز، الیفاز درباره خدا و صفات خدا یکتا اطلاعات درست و کاملی به ما می دهد. آنچه می گوید درسته، زیرا می دونیم که خدا نمی گذارد که مشورت مکاران و حقوق بازان همیشه موفق باشه. او کارهای خدا را بیان میکنه که حقیقت محضه، قدرت خدا را آشکار میکنه که بی نهایت عظیمه و سرانجام مقصود و هدف خود را در آیه 17 و 18 بازگو میکنه. میگه که ای ایوب تو مورد غضب خدا قرار گرفتی. خدا این سرنوشت رو برات تعیین کرد چون گناه کردی. خدا تو را تفاحص کرده، قلب تو را جستجو کرده و متوجه شده که گناه کردی، پس این بلاها رو به سرت آورده و بنابراین تو باید خوشحال باشی. چرا؟ چون خدا وقتی دیده که گناه کرده ای تنبیه کرده و تو نباید این تنبیه رو خوار بشماری. برای همینی که واسه خدا رو شکر کنی که خداوند حتی این نعمت‌ها رو به سرت آورده چون تو گناه کردی و پاداش تو گرفتی. و اگه خدا دوستت نداشت این تنبیه رو اصلا سر تو نمی آورد. پس تأدیب قادر مطلق را خوار مشمار. میگه خدا تو را به این روزها رسانیده است ای ایوب، و میگوید این خداست که تو را مجروح کرده و خدا هم میتواند تو را شفا بدهد. دست خدا شفا دهنده است، ولی شرطش اینه که به گناهانت اعتراف کنی. ببینید الیفاز حرف درست میزنه دوستان، اما اشکال کار این بود که او نمیدانست که ایوب مرتکب گناهی نشده. او نمیدانست که چرا خدا این بلاها را به سرش آورده. او عقل و منطق انسانی خودش رو به کار میبره. دانش و حکمتی که درباره خدا داشت، اطلاعاتی که درباره خدا داشت رو میاره با عقل و منطق خودش قاطی میکنه و چون راه دیگری نمیبینه به یک نتیجه میرسه که خدای عادل بوده که ایوب را تنبیه کرده و چون خدا آدمو بی جهت تنبیه نمیکنه، بنابراین دلیل اینکه خدا ایوب را تنبیه کرده و یا این بلاها را به سرش آورده این بوده که ایوب گناهانی کرده که من و شما از آن خبر نداریم. اشکال کار این بود که او نمیدانست که در پشت به اصطلاح پرده زندگی خداوند چه هدفی داره و چرا خدا اجازه داده است که شیطان این بلاها را به سر ایوب بیاورد. و دوستان عزیز باید بگم که امروز نیز من و شما در زندگیمون با مشکلاتی روبرو میشیم، با بلاها و یا سختی‌های روبرو میشیم که میگیم دست قضا بوده است یا سرنوشت این رو برای ما و یا برای دوستانمون تعیین کرده و هیچ کارش نمیشه کرد. ولی حقیقت امر اینه که اینطور نیست. خیلی مطالب هست که ما نمیتونیم به وسیله عقل خودمون بپذیریم که مثلا چرا خدا اجازه میداد که چنین و چنان بشه. ولی نبایستی فقط با عقل و منطق خودمون وقتی به نتیجه برسیم همان را تنها دلیل بدانیم، بلکه ممکن است دلایل بسیاری باشه که من و شما از آن خبری نداشته باشیم، همونطور که ایوب و یارانش از آن اطلاع نداشتن. از آیه 18 گفتار الیفاز را ادامه میدهم. میگوید ای ایوب در 6 بلا خدا تو را نجات خواهد داد و در 7 بلا هیچ ضرر بر تو نخواهد آمد. در قتل تو را از موت فدیه خواهد داد و در جنگ از دم شمشیر و از تازیان زبان پنهان خواهی ماند و چون هلاکت آید از آن نخواهی ترسید. بر خرابی و تنگسالی خواهی خندید و از وحوش زمین بیم نخواهی داشت، زیرا با سنگ‌های صحرا هم داستان خواهی بود و وحوش صحرا با تو صلح خواهند کرد و چیزی مفقود نخواهد یافت.
و خواهی دانست که ذریتت کثیر است و اولاد تو مثل علف زمین و در شیخوس به قبر خواهی رفت مثل بافه گندم که در موسمش برداشته می شود. اینک ای ایوب این را تفتیش نمودیم و چنین است، پس تو این را بشنو و برای خیشتن بدان. الیفاز خلاصه کلام را میگه که ای ایوب تو گناه کردی، تو گناه کردی که خدا این بلاها را به سرت آورده، پس توبه کن. و میگه اگر توبه کنی، اگر پاک باشی، اگر اعتراف کنی به گناهانت و مورد لطف و رحم خدا قرار بگیری، خدا تو را از این بلاها حفظ خواهد کرد. همیشه ثروتمند خواهی بود، نعمت زیادی خواهی داشت، در جنگ از بین نمیری، نگران خرابی ها نیستی، حتی مرگم بیاد از مرگ نخواهی ترسید و هیچ وقتم قحطی به سرت نمیاد و از حیوانات صحرا نگران نیستی، در عوض همیشه در صلح و صفا زندگی خواهی کرد. ولی دوست من، آیا ایوب گناهی کرده بود؟ آیا علت این بلاها همون چیزی بود که الیفاز میگوید چون ثمره کار ایوب بوده؟ با کمک خدا در برنامه‌های آینده دنبال این آیات را به سمتون میرسونم تا متوجه بشویم که خدای یکتا هدفی دیگری داشته که در این لحظه برای آنان مخفی بوده است. خداوند با شما باشه و امیدوارم که به او توکل کنید، زیرا زندگی شما نیز در دست اوست. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.